هر وقت که مامان از این آب نباته خوشمزه درست میکنه شما میگید دستورشو بذار. امروز به مامان گفتم بیاد کلبه با هم درست کنیم، دستورشو براتون بذارم. 5 تا لیوان شیر، 5 تا لیوان شکر، 2 تا لیوانم آب. هم گلاب، نه هم گردوی چرخ کرده، نه هم کنجد. خب حالا هم می‌ذاریم دوباره داره بجوشه. خب بقیه‌اش